به نام خدا. سورنا. روزگار پرشکوه دولت اشکانیان زاده شد در سیستان یک کودک از ایرانیان. سورنا نامش نهادند آن پدر و مادرش، خوشنما بود و به سیما هم روی خواهرش. سالها بعد شد سپهبد، شد مقامات بلند، جنگ ها کرد و اسیرانی به زور آورد به بند. مردمان سیستان را زیر فرمانش گرفت، متحد کرد و جهان شد این حکایت در شگفت. این دلیل سیستانی جنگ کرد با رومیان، بر کراسوس فائق آمد، سرفراز آمد میان. پس مقام و ثروت او در مقام شاه بود، دشمنان کینه‌دل را زین سبب آگاه بود. سورنا مرد غیور و پردل میهن پرست، کشته شد با فتنه‌های مردم بدخواه و پست. نام او در دفتر تاریخ ایران زنده باد، تا همیشه میهن ما در جهان